اول بریم سراغ این که اصلا چرا باید دوش آب یخ بگیریم. مگه دیوونه ای صبح بیدار شی گرما پاشی بری زیر آب یخ بلرزی؟ دوش آب یخ فواید خیلی خیلی زیادی داره. اولیش اراده است. چرا اراده؟ یه بخشی داخل مغز وجود داره که شما وقتی کاری که دوست نداری انجام بدی و انجام بدی، این بخش بزرگ میشه. این بخش کاملا با اراده نسبت مستقیم داره و مال اراده است دیگه اصلا. و به نظرم هیچ کس دوست نداره دوش آب یخ بگیره، مخصوصا فکر کن صبح خواب بیدار شدی، هوا سرده، میخوای بری وای. راستی این میکروفون رو گرفتم دستم، پای مایمون شکست دیگه، پول نداریم. فایده بعدیش افزایش تستوسترون تو مرداست. به نظر من برای هر مردی مهمه که تستوسترون بدنشو بالا نگه داره. چی بهتر از دوش آب یخ؟ دوش آب یخ باعث هوشیاری میشه. چرا؟ شما فکر کن صبح بیدار شدی، خوابت میاد، خسته ای، حال نداری تکون بخوری، چشات نمیبینه، میری زیر دوش آب یخ. یه دفعه آب یخ رو که باز میکنی به بدن شوک وارد میشه. این شوک کلی فایده داره. یکیش اینه که خواب از سرت میپره. چرا؟ قلب حس میکنه بدن داره یخ میزنه، چون دما بالا بوده، یه دفعه دما رو آوردی پایین، شروع میکنه به خون رسانی، خون پمپاژ میشه تو کل بدن. این خون رسانی نیاز به چربی سوزی داره، باید کالری بسوزه تو بدنت. این خودش باعث میشه چربی اضافه بدن از بین بره، خون رسانی تو بدن زیاد بشه و شما ضربان قلب تو سر حسابی ببری بالا و هوشیار بشی. خلاصه که دوش آب یخ خیلی مهمه، ولی چجوری بگیریم؟ خب واسه منم خیلی سخت بود. شما وقتی که یه عمر زیر آب داغ دوش گرفتی، خیلی سخته یه دفعه بری زیر آب یخ و به خودت شوک وارد کنی. خب چیکار میکنیم؟ من خودم این کارو کردم. اگه اول راهی زیاد این کارو نمی‌کنی، برو زیر آب، اول آب گرم رو واکن، نه آب داغ جوشا، آب گرم، یه ذره از وسط گرمتر. یه ذره که گذشت کم کم آبو ببر به سمت سرما. چرا؟ وقتی یه بدن خیس باشه شما خیلی راحت‌تر سرما رو تحمل می‌کنی، ولی وقتی وایسادی داری دوش رو نگاه می‌کنی یه دفعه آب سرد رو خودت نمیتونی واکنی و به نظر این کار نکن، چون ازش زده میشی. آبو سرد کن، یه ذره به بدن شوک وارد میشه، کم کم سرد کن، یه ذره شوکو بیشتر کن و تحمل کن. نمیخوادم خیلی. شما برو اگه می‌خوای دوش بگیری برو خودت بشور، همه کاراتو بکن، 2 دقیقه آخرم کم کم سرد کن و بذار سرما بخوره به بدنت. یه نکته ای هم که داره، من خودم فکر می‌کردم الان هوا سرده و نباید دوش آب یخ بگیری، ولی وقتی که شما این کار می‌کنی دمای بدنت میاد پایین. حتی اگه خونه هم سرد بشه شما از همون که میای بیرون سرما رو کمتر احساس می‌کنی. فکر کن رفتی زیر آب داغ، دما زیاد داغست، داری میسوزی، یه دفعه میای تو خونه مثلا دما 20 درجه است، 25 درجه است. خب سردت میشه چون دمای بدنت بالاتر بوده، ولی وقتی دمای بدنت پایین‌تر باشه بیای بیرون شاید احساس گرما هم بکنی. بهترین تایم واسه دوش آب سرد کیه؟ بهترین تایم واسه دوش آب سرد صبح است. چرا؟ چون دوش آب سرد بهت انرژی میده و خوابو از سرت میپرونه. اگه شما بخوای 12 شب این کارو بکنی خب خوابیدن برات خیلی سخت میشه. برای همین بهترین موقعش صبح زود بیدار شو، ساعت 7 شدی نمیتونی ببینی جاییو، میری زیر دوش آب یخ، همه چی درست میشه. چقدر طول میکشه به این کار عادت کنیم؟ ببین این کار مهمترین چیزش اینه که شما تکرار کنی، هر روز بتونی صبح بیدار شی و بری اون زیر. سخته مخصوصا روزهای اول، ولی شما بعد چند روز دیگه واسه عادی میشه. حتی ممکنه بعد یه هفته 2 هفته دیگه نیاز نباشه اول آب گرم بکنی، مستقیم میری زیر آب سرد. بدنت عادت کرده، مغزت باش آشنایی داره. یه تایم دیگه ای هم که خیلی عالیه این کارو بکنید بعد ورزشه. میگم به شرطی که شب نباشه. اگه شما بتونی قبل ظهر ورزش کنی و دوش آب سرد بگیری، یه دور قبل ورزش یه دور بعد ورزش، خیلی عالیه. هم بعد ورزش شما راحت‌تر میتونی دوش آب سرد بگیری چون اتوماتیک ضربانت رفته بالا، تستوسترونت بالا، حالت خوبه، راحت میتونی بری دوش آب سرد بگیری. و اگه بدنسازی کار میکنی یا ورزشی کار میکنی که عضلاتت التهاب پیدا میکنه، آسیب میبینه، دوش آب سرد خیلی کمک میکنه. وقتی که آب سرد رو رود وا میکنی قلب شروع به پمپاژ میکنه و سریع اسید لاکتیک از تو بدن حذف میشه. دوش آب سرد عالیه، اصلا نداریم چیزی بهتر از دوش آب سرد. راستی اینو بهتون بگم که اینجا یه چنل انگیزشی نیست، ما اینجا نورای آبی داریم، خبری از بک‌گراند تیره و این داستانا نیست. فقط میخوام بهتون بگم چجوری باید این کارا رو انجام بدید. شما 100% میدونستید دوش آب یخ خوبه، ولی همه میگن برو دوش آب یخ بگیر. خب چجوری؟ سخته، من میرم نمیتونم برم دوش آب یخ بگیرم، چجوری؟ مرسی که نگاه کردی. اگه از این سبک خوشت میاد سابسکرایب کن، اگه خوشت هم نمیاد They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something